19 آبان امسال اولین روزی بودش که منصوره قدیری جاوید بعد از 20 سال کار کردن توی خبرگزاری ایرنا بدون اینکه اطلاع بده سر کارش نرفت. به 24مین صحنه جرم خوش اومدید. من زهرا هستم. 19 آبان سال 1403 ساعت 3 بعد از ظهر همکار منصوره قدیری جاوید با خواهر منصوره تماس میگیره و بهش میگه که منصوره امروز سر کار نیومده. منصوره قدیری جاوید خبرگزار بخش پژوهش خبرگزاری ایرنا بود که 20 سال توی این خبرگزاری داشت کار میکرد و به گواه دوستان و آشنایانش یکی از متین‌ترین، نجیب‌ترین و مهربون‌ترین آدم‌هایی بود که تا حالا باهاش کار کرده بودن. منصوره وجدان کاری خیلی زیادی داشت و اینجوری بودش که تا جایی که ممکن بود سر کار میرفت و اگر احتمالاً میخواست یه روز سر کار نره حتما از قبل با در واقع مدیر خودش و بقیه همکاراش هماهنگی کرد. اما اون روز یعنی 19 آبان منصوره بدون اینکه اطلاعی به همکار خودش بده و به یکی از همکاراش که دوست صمیمیش بوده اطلاعی بده سر کارش حاضر نمیشه. و همین میشه که دوست منصوره ساعتهای 3 وقتی که میفهمه دیگه واقعا هیچ خبری ازش نیست با خواهر منصوره تماس میگیره و بهش میگه که منصوره امروز سر کار نیومده و من نمیتونم ازش هیچ خبری بگیرم. و خواهر منصوره هم از اونجایی که میدونسته که هیچ مشکل خاصی الان منصوره نداره، یعنی مریضی خاصی نداره یا توی سفر نیست، خیلی به این موضوع شک میکنه و خیلی نگران میشه، چون دقیقاً اونم میدونسته که امکان نداره منصوره بدون یه دلیل خیلی موجه نخواد که بره سر کار. واسه همین سعی میکنه که با منصوره تماس بگیره، اما میبینه که خواهرش به تماسهاش جواب نمیده. بعد از 1-2 ساعت که میگذره و خواهر منصوره با مادرشون هم تماس میگیره و از اون هم میپرسه که آیا از منصوره خبری داری یا نه و در نهایت میفهمه که هیچ کدوم از اطرافیانشون از منصوره خبری نداره، تصمیم میگیره که بره دم در خونه منصوره. اما این کار واسه خواهر و برادر منصوره جاوید کار خیلی سختی بوده، به خاطر اینکه خانواده منصوره 6 سالی میشده که با همسر منصوره هیچ ارتباطی نداشتن و اصلا نمیدیدنش و اصلا خونه منصوره نمیرفتن. ولی اون روز بالاخره مجبور بودن که برن و حالا از همسرش و فرزند پسرش که 15 سالش بوده بپرسن که ببینن حالا کجاست، اصلا خونه از خونه نیست یا اون ازش خبری دارن یا نه. و همین میشه که خواهر منصوره جاوید با برادرشون تماس میگیره و میگه که بیا که بریم در خونهشون و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. از زمانی که خواهر و برادر منصوره دم در خونه منصوره حاضر میشن، خواهر منصوره به برادرشون میگه که تو نیاز نیست که بیای بالا، تو همینجا بمون، چون میدونسته که اگر که با در واقع همسر منصوره برخوردی داشته باشه برادرشون، ممکنه که یه تنش و حالا یه درگیری بینشون پیش بیاد و بهش میگه که نیاز نیست تو بیای بالا، من میرم بالا و پرسجو میکنم. اما اینجا باز هم خواهر منصوره زنگ واحد خود منصوره و همسرش رو نمیزنه، به خاطر اینکه میدونسته که اون آقا احتمالاً در رو باز نمیکنه و شروع میکنه زنگ طبقه 5 که صاحبخونه بوده رو زدن و میگه که من از خواهرم خبری ندارم و اگه میشه من بیام داخل. و زمانی که داشته از پارکینگ میرفته بالا، سرایدار مجتمع بهش میگه که تو نمیتونی این کارو بکنی و خواهر منصوره شروع میکنه واسهش توضیح دادن که من از خواهرم هیچ خبری ندارم، الان ساعت هاست که نمیتونم باش تماس بگیرم و اگر میشه تو هم با من بیا و بریم دم در خونهشون و ببینیم که چه اتفاقی افتاد. و زمانی که منصوره با سرایدار میرن و زنگ در واقع واحد منصوره و همسرش رو میزنن، بعد از یه مدتی همسر منصوره میاد جلوی در و بدون اینکه از دیدن خواهر منصوره که در واقع بعد 6 سال داشته میدیدش شوکه بشه، ازش میپرسه که تو اینجا چی کار میکنی و واسه چی اینجا؟ خواهر منصوره اینجا در واقع نمیخواسته که راست موضوع بگه. در واقع واقعیتی بوده که خواهر منصوره میدونسته که منصوره سر کار نرفته و از اون سمت 5 عصر همون روز منصوره و خواهرش با هم دیگه قرار دکتر، یعنی در واقع وقت دکتر داشتن. ولی خواهر منصوره واسه اینکه در واقع همسرش شک نکنه میگه که من همین اطراف بودم، یک موتوری گوشی منو ازم دزدید و من الان هیچ پولی ندارم و در واقع نمیتونم که برگردم خونه
و اومدم اینجا که اگه میشه از منصوره یه ذره پول بگیرم و برم خونه. و اینجا بوده که همسر منصوره میگه که منصوره خونه نیست و در واقع با پسرمون رفتن سینما. و اینجا این موضوع خیلی مشکوک‌تری میشه واسه خواهر منصوره، به خاطر اینکه با خودش میگه امکان نداره که منصوره سر کار نره و روز شنبه این تایم در صورتی که مثلا 1 ساعت بعدش با من قرار داره پاشه و یهویی بره سینما. و اونجا خواهر منصوره میگه که باشه اوکی و فلان و بیسار و از در خونه میان بیرون. و همین که از در خونه میرن بیرون، خواهر منصوره میبینه که از گوشی منصوره واسش یه پیام میاد که پیام این مدلی بوده که من توی سینما، اگر کاری داری مسیج بده. و خواهر منصوره اینجا ازش میپرسه که کجایی، مثلا دارم میگم نگرانت شدم و فلان، و در جواب واسش پیام میاد از سمت منصوره که من خوبم نگرانم نشو. و اینجا بوده که خواهر منصوره کاملا متوجه میشه دیگه که حتما گوشی منصوره دست خودش نیست و قطعا گوشیش دست شوهرشه، چون که لحن صحبت کردن خواهرش رو کاملا میشناخته و کاملا متوجه بوده که این لحن صحبت کردن منصوره نبوده. اما اون در نهایت واسه این که کامل به این موضوع در واقع اطمینان پیدا کنه، در مورد یک موضوع شخصی که بین خودش و منصوره بوده و فقط خودشون ازش اطلاع داشتن یه چیزی میپرسه و یه پیامی با این مضمون به اون میده و هیچ جوابی نمیگیره، به خاطر اینکه گوشی منصوره واقعا دست همسرش بوده و اون وقتی که از این موضوع اطلاعی نداشته نتونسته بوده که هیچ جوابی به خواهر منصوره بده. در نهایت خواهر منصوره بدون اینکه بفهمه در نهایت منصوره کجاست و بتونه اطلاعی ازش بگیره، از خونهشون میاد بیرون و برادرش که دم در بوده اونو میبینه و بهش میگه که خب چی شد، خونه بود یا نه؟ میگه نه خونه نبود، شوهرش اینا رو به من گفت و بریم خونه، مثلا 1-2 ساعت بعد دوباره پیگیرش بشیم. و زمانی که میرن خونه، شوهر خواهر منصوره بهش میگه که اوکی چی شد، پیداش کردین؟ و اون بهش میگه که نه. و اونجا این آقا بهش میگه که خب پس چرا اومدی خونه؟ این موضوع خیلی مشکوکیه، اصلا هیچی سر جاش نیست و تو نباید میومدی خونه، باید همونجا وای میستادی تا بتونی در نهایت یک اطلاعی و یک خبری از منصوره بگیری. و اینجا خواهر منصوره، همسر خواهر منصوره و پسرشون و برادر منصوره دوباره تصمیم میگیرن که برن دم در خونه منصوره، اما این بار تصمیم میگیرن که با پلیس هم تماس بگیرن و بهشون این اطلاع بدن، یعنی این گزارش رو بدن که خواهر ما در واقع گم شده و ما از همسرش هم پرسجو کردیم و میگه که خبری ازش ندارم. در نهایت با پلیس میرن دم در خونه منصوره و اونجا بوده که وارد میشن و آتش نشانی هم زنگ زده بودن و اومده بوده و در نهایت پلیس به آتش نشانی میگه که در خونه رو باز کن. این در چه شرایطی بوده؟ در شرایطی بوده که پلیس قبلش کلی داشته زنگ در خونه رو میزده و در واقع داشته صدا میزده، مثلا اینجوری که پلیس در رو باز کنید فلان، و در رو باز نمیکردن. و این میشه که در نهایت پلیس تصمیم میگیره که از آتش نشانی بخواد در خونه رو باز کنه و در کمال تعجب وقتی که در خونه رو باز میکنن میبینن که همسر منصوره خیلی خونسرد نشسته روی مبل و توی خونه حاضر بوده و همون لحظه پسر منصوره هم از در اتاقش در واقع میاد بیرون. و زمانی که خواهر منصوره فرزند منصوره رو میبینه بهش میگه که مامانت کجاست؟ از مامانت خبر داری یا نه؟ و اون میگه که بابام بهم گفته که مامانم توی بیمارستانه. و خواهر منصوره به اون بچه در واقع میگه که ولی بابای تو به من گفته که تو امروز با مامانت سینما بودی، با هم دیگه سینما بودین یا نه؟ که میگه که نه، من صبح که در واقع میخواستم برم مدرسه بابام بهم گفتش که مامان حالش بد شده و مجبور شدیم ببریمش بیمارستان و من فکر میکردم که مامانم الان توی بیمارستانه. اما خب میدونیم که منصوره قدیری جاوید توی بیمارستان نبوده و هیچ وقت سینما نرفته بوده و همه اینها. در نهایت وقتی که پلیس خونه رو میگرده توی اتاق خواب منصوره و شوهرش جسد منصوره رو پیدا میکنه که غرق خون بوده و با ضربات خیلی وحشتناکی به قتل رسیده بوده.
و همسر منصوره رو با ضربات دمبل و بعدش هم چاقو به قتل رسونده بوده. پلیس زمانی که جنازه رو پیدا میکنه پسر منصوره اونجا جنازه رو میبینه و باورش نمیشده که همه این مدت مادرش توی خونه و همین اتاق بغلی بوده. ولی حالا شاید واسه اون سوال پیش بیاد که چطوری توی اون اتاق نرفته بوده. در جواب باید بگم که همسر منصوره به پسرشون میگه که مامان این اتاق رو سمپاشی کرده و تو نباید اصلا واردش بشی. و اینجوری بوده که پسرشون اصلا وارد اون اتاق نشده بوده و همسر منصوره هم بعد اینکه منصوره رو به قتل رسونده بوده جسد اون رو توی اون اتاق گذاشته بوده و قصد داشته که شب که میشه و هوا در واقع تاریک میشه جسدش رو بذاره توی ماشین و ببره یه جایی و جسد رو از بین ببره. ولی موضوع خیلی دردناکتری که توی این پرونده وجود داره اینه که همسر منصوره تصمیم داشته بعد از اینکه منصوره رو به قتل میرسونه پسرشون رو هم به قتل برسونه و اتفاقا همون لحظه‌ای که پلیس ها و خانواده منصوره موفق میشن وارد خونشون بشن همسر منصوره کلی قرص خواب توی آب حل کرده بوده و به پسرشون داده بوده که به پسرشون رو هم بکشه. ولی خوشبختانه توی این یک مورد پلیس و خانواده منصوره خیلی تایم مناسبی میرسن و میتونن در واقع فرزند منصوره رو نجات بدن. بعد از این پلیس در واقع همسر منصوره رو دستگیر میکنه و میبره اداره آگاهی که ببینن که اصلا چرا این اتفاق افتاده و داستان از چه قرار بوده. همسر منصوره وکیل دادگستری بوده و 49 سالش بوده، اما این فرد پروانه وکالتش توی زمانی که این قتل اتفاق افتاده اعتبار نداشته و تمدید نکرده بوده و دلیل این موضوع همین بوده که این آدم اصلا نمیرفته سر کار و اصلا وکیل موفقی نبوده، کار نمیکرده و کل تایم توی خونه بوده. و زمانی که پلیس از دوستان و آشناها و خانواده منصوره در مورد رابطه منصوره و همسرش میپرسن، دوستای منصوره به پلیس میگن که منصوره حدود چندین سالی بوده که تحت خشونت خانگی بوده، خیلی با همسرش مشکل داشتن، خیلی روزها میشده که میومده سر کار و ما میدیدیم که آثار کبودی روی چهرشه، اما هیچ وقت به طلاق گرفتن از این آدم فکر نمی‌کرده و دلیلش هم فقط و فقط پسرشون بوده، چون که نمیخواسته پسرشون حالا قبل از اینکه بزرگ بشه توی یک محیط تشنج‌زا قرار بگیره و خیلی بیشتر درگیر این تنش‌های طلاق و جدایی بشه. و این خشونت خانگی همیشه توی زندگی منصوره و شوهرش وجود داشته، اما هیچ کدوم از اطرافیان این دوتا آدم فکر نمی کردن که این دعواهایی که این دوتا با هم دیگه دارن و حالا این خشونتی که منصوره تحتش داره زندگی میکنه در نهایت بتونه باعث بشه که منصوره جونش رو از دست بده و توسط همسرش به قتل برسه. پلیس در نهایت آزمایش‌های لازم در واقع سلامت روان رو روی همسر منصوره انجام میدن و به نتیجه میرسن که این آدم در سلامت عقلی کامل این کار رو انجام داده و احتمالاً ممکنه که حتی از قبل همین تصمیم رو گرفته بوده باشه، چون که همسایه ها اون روز به پلیس میگن که ما ساعت 8 صبح صدای این خانم رو شنیدیم که داشتن با همسرش دعوا میکردن و این در واقع قتل در نتیجه یک دعوا بوده، اما دعواه اونقدر شدید نبوده، چون اگر که خیلی شدید بود و صدای زد و خورد هم مثلا می اومد توی اون دعوا اون رو هم همسایه ها میشنیدن، ولی یه دعوای حالا لفظی و کلامی بوده که در نهایت همسر منصوره شروع میکنه با دمبل روی سر و صورت منصوره کشتن و اینجوری که خودش میگه منصوره میفته روی زمین و اول فکر میکنه که کشته شده، اما وقتی که میبینه که هنوز داره نفس میکشه تصمیم میگیره که با ضربات چاقو کار خودش رو تموم کنه. و نمیدونم که آیا واقعا این تصمیم به قتل از قبل هم بوده یا نه، یا در نتیجه حالا خشم خیلی آنی بوده، اما به نظر من این یه چیزی نیستش که توی همون لحظه شکل بگیره، چون میگم دعوای اونقدر شدیدی نبوده و چیزی که ما توی دعواهای شدید میبینیم اینه که قتل غیر عمد در نهایت اتفاق میافته. یعنی مثلا دارم میگم دو نفر دارن با هم دیگه دعوای شدید میکنن و حالا یه نفر اون یکی رو هول میده و اون میره مثلا سرش میخوره به یه جایی و یعنی
این داستان اتفاق میفته، اما این که طرف کاملا آگاه باشه به کاری که داره میکنه به نظر من مال همون لحظه نیست. و موضوع خیلی مهمی که توی این پرونده وجود داره و من خیلی خودم بابتش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این بوده که همه دوستای منصوره میگن که منصوره خیلی به حقوق زنان اهمیت میداده، خیلی فعال حقوق زنها بوده، خیلی همیشه به این موضوع توجه میکرده و خیلی واسش موضوع مهمی بوده. اما این آدمی که اینقدر این موضوع واسش موضوع مهمی بوده هیچ وقت نتونسته تصمیم قطعی خودش رو واسه بیرون رفتن از این خشونت خانگی و از این ظلمی که توی اون خونه در واقع داشته بهش میشده بگیره. و دلیلش هم همون چیزی که خودش هم به دوستاش بارها گفته، به خاطر اینکه از نظر سنتی و از نظر خانوادگی و همه این داستانها نمیتونسته و همیشه نگران فرزند خودش بوده که این دقیقاً همون چیز آسیب زننده‌ایه که سالیان سال توی این کشور داره به زنها آسیب میزنه. این ارزش‌های اشتباه عرفی، سنتی، خانوادگی و همه اینها. و باور نکردنیه که یه زنی که تحصیل کرده بوده، زن مستقلی بوده، سر کار میرفته و اتفاقا کارش هم جوری بوده که نیاز به یه آگاهی خیلی بیشتری نسبت به خیلی از افراد توی جامعه داشته، خودش نمیتونسته که این کار رو انجام بده و در نهایت متوجه میشیم که این چقدر تصمیم سختیه واسه زنها و چقدر سخته که بتونن خودشون از اون منجلابی که توشن و از اون ظلمی که از طرف یه مرد داره بهشون میشه نجات بدن. و علاوه بر این موضوع یه چیز دیگه که خیلی منو به فکر فرو برد این بودش که خشونت خانگی ما میبینیم که توی خیلی از خونه ها وجود داره. شاید خود اطرافیان خودمون هم بارها دیدیم که تحت همچین خشونتی بودن، اما دقیقا چیزی که بهش فکر نمی کنیم اینه که این خشونت خانگی چقدر ممکنه یه جای خطرناک بشه و حتی ممکنه باعث بشه که اون زن جونش رو از دست بده و یه چیزیه که اصلا تو نمیتونی واسش حد و مرز قائل بشی و اصلا یعنی به اون شخصیت طرف مقابل هم ربطی نداره، چون دقیقاً وقتی که این خبر برای اولین بار منتشر شد تیتر خبر اینطوری بودش که منصوره قدیری جاوید خبرنگار بخش پژوهش خبرگزاری ایرنا توسط همسرش که وکیل دادگستری کشته شده. و دقیقاً این وکیل دادگستری خیلی بولد بود، به خاطر اینکه آدم‌ها توی جامعه از وکیل مثلا انتظار ندارن که دست به قتل بزنه. میدونی یه تناقض، پارادوکس خیلی بزرگی این وسط وجود داره و اصلا نکته من همینه که نباید تصور کنیم که این زنکشی ها، این قتل ها و این خشونت های خانگی و این قتل های ناموسی مثلا صرفاً توی استانهای متعصب ایران و صرفاً از سمت مردهای خیلی سنتی این مدلی اتفاق میفته. نه، خیلی موقع ها وسط دل تهران یه مردی که تحصیل کرده است و وکیل دادگستری در واقع توی این جامعه دست به قتل زن خودش میزنه و خیلی خونسردانه، چون اگر که برگردیم به ماجرا، وقتی که خواهر منصوره مثلا ساعتهای 4 بعد از ظهر میره دم در خونشون، اونجا همسر منصوره رو به قتل رسونده بوده ولی خیلی طبیعی و عادی میاد در رو باز میکنه، صحبت میکنه و کاملا آگاه بوده به کاری که کرده و این واسه همین این باعث میشه که من خیلی بیشتر به این موضوع فکر کنم که کاملا تصمیم کشتن منصوره رو از قبل داشته. و یه نکته دیگه که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که ببین کلن برای خیلی از مردها به خاطر سیستم مردسالاری و تفکرهایی که تحت قالب این نظام تشکیل شده وجود داره اینه که خیلی از مردها تحمل این که مثلا زنشون بره سر کار رو ندارن. چرا؟ چون اون کار کردنه به اون زن استقلال میده. بعد خیلی از مردها حالا اوکی اما که زنشون و همسرشون بره سر کار، اما زمانی که مثلا حقوق همسرشون از حقوق خودشون بیشتر میشه، اینجا یه ذره بهشون برمیخوره، یعنی یه ذره اون ایگو مردانشون تحت تاثیر قرار میگیره و بهش خدشه وارد میشه و احساس میکنن که دارن اون قدرتشون رو و اون برتری و اون سلطهشون رو از دست میدن. مثلا
اوکی خودشون مثلا چه میدونم 50 میلیون حقوق میگیرن، زنشون یا مثلا داره 80 میلیون حقوق میگیره. و حالا شما فرض کن توی این کیس همسر منصوره مدت‌ها بوده که بیکار بوده، توی حرفه شغلی خودش اصلا موفق نبوده، نمیتونسته پول در بیاره و توی خونه بوده همش. و از اون طرف منصوره رو میدیده که میرفته سر کار، خیلی خیلی توی شغلش موفق بوده، خیلی محیط کارش و همکارش دوستش داشتن، واسهش ارزش و احترام قائل بودن و داشته که پول در می آورده و اتفاقا احتمالاً هزینه و خرج اون زندگی هم با منصوره بوده. و میدونی اینجا این آدم به جای اینکه از خودش عصبانی بشه که اوکی من گند زدم توی این زندگی، من گند زدم که الان مثلا نمیتونم وکالت کنم، نمیتونم از پس زندگیم بر بیام، همه خشم و عصبانیتش رو میبره سمت همسرش یعنی منصوره که تو اصلا چرا اینقدر موفقی وقتی که مثلا من اینقدر لوزر بدبختم و به خاک سیاه نشستم، نمیتونم ببینم که تو زندگی روی رواله و کارتو داری، موفقی و همه اینها. و این خیلی خیلی موضوع ترسناک و دردناکیه. همسر منصوره در حال حاضر توی بازداشته و دادگاهاش هنوز به صورت کامل برگزار نشده، اما خب حکمی که احتمالاً باید واسش صادر کنن حکم اعدامه. اما حکم اعدام صادر میشه ولی خانواده منصوره توی این پرونده قصاص بخوان. دوباره برمیگردیم به اون داستان فاضل دیگه که باید نصف دیگه منصوره رو به شوهرش بدن و بعد توی اون شرایط میتونن که قاتل رو در واقع اعدام کنن، به خاطر اینکه توی پرونده هایی که قاتل مرده و مقتول زن، از اونجایی که دیه زن نصف مرده و در واقع زن نصف مرد ارزش داره، نمیان یک رو واسه نیم اعدام کنن و باید یه پولی پرداخت بشه تا این اتفاق بیفته. اما این نکته هم دوباره بگم که توی خیلی از پرونده هایی که عمومی میشه و در واقع عموم جامعه در جریانش قرار میگیرن و در واقع احساسات عمومی جریحه دار میشه، خیلی از توی خیلی از این پرونده ها این هزینه یعنی فاضل دیه از صندوق دادگستری مستقیما پرداخت میشه و اگر خانواده مقتول قصاص بخوان میتونن قاتل رو قصاص کنن. همین دیگه. خانواده منصوره در حال حاضر خیلی وضعیت بدی دارن. من سرای همین خواهر منصوره که در واقع خواهرش رو توی اون وضعیت پیدا کرده بود و توی توییتر دنبال میکنم و از همون روزهای اول میدیدم که چقدر همه چی وحشتناکه واسه شون و خیلی حال روحی خوبی ندارن اصلا. و در مورد فرزند منصوره هم اگه بخوام بهتون بگم، این آدم در حال حاضر داره با خانواده پدریش زندگی میکنه و توی هیچ کدوم از مراسم های مادرش حضور نداشته، چون که در واقع حالا خاله هاش و داییش و مادر بزرگش و اینا همه تصمیم گرفتن که این بچه توی این شرایط نباشه، چون که اون هم جسد مادرش رو تو اون شرایط دیده بود و خیلی توی شوک بزرگیه و 15 سالشه، سنش هم خیلی سن بدیه و من واقعا نمیدونم سرنوشت بچه‌ای که مادرش توسط پدرش به قتل رسیده قراره چی بشه. فقط امیدوارم که اطرافیانش کاملا به این موضوع واقف بشن که این بچه نیاز داره که کمک‌های خیلی خیلی تخصصی از متخصص دریافت کنه. مرسی که تو این ویدیو هم با من همراه بودید. اگه که ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید، واسه من کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. توی صحنه جمعه بعدی میبینمتون. خداحافظ.